السلام علیکم دوستا، جهان شما جور بخیر. بعد از یک سال کتشم یک ویدیوی نو واپس امروز ویدیو دیگه متر گفتم جور کنم برم از یک دنندوالم که همیشه که دزما بود دمنی ویدیو برم او از سفر آماده دیگه از دیگه ملک آماده، مثال کربلا رفت زیارت بوری د پیش ازو که چیکار باشه مبارکبادی شه دیگه. موسم هم بیخی تر گلزاره دیگه، جایشم خالی مین گردین دیگه، گرمیه تازه اینجیم گرمیه شروع شده دیگه. د کانادا وری جای بس گرمیم داره دیگه. حالی ما مورم فلایت کٹ کنم طرف از انڈوال خبرم از مو کیست سیستم مو اینجا فرق منه مو تا دیگه سیستم کی موری چیزا مونی فلایت میگیریم برم اونجا چک کنم تایمینگ چقدر خدا انتظار باشم یک بورڈنگ پاس یک چیزا اونار جور کن باید خود دیگه. ما برم یک لحظه هم اونجا شمور نشان بزیادم میدم چی رقم تیکیت میخرین باشین دیگه. سیل که دا بریم جوانا اینی هم دیگه ایرپورت شه بوری سیل کنی درون تایمینگ مایمینگ شده سیل کنی. اینی هم درون ایرپورت نالی به آماد منی ماشین شموره یاد بیدم خوام منی ماشین که موری اینجی گفته ایر دی بغیر از اونه موشه میگه میزنیم مگه 20 چند ساله خو مو میزنیم جی 26 ساله ماینس باز مگه کجا میخوای بود مو میخوای مگه آدم غریبی و قصدور نموری بودی رو میزنیم. اول چی شار از خود خوره بس چی از وندوال مو باز امروز مگه امروز میزنیم بس टिकट हम लिखाई है टिकट शी बस मगी ओके रहेगा ओके की जदी मुझे मगा बाय देनी जी पैसे खर कम कनी इंज पैसा रमीज नहीं बास कुफ्ता है अगर चीज़ मिस दकार दरे कोकोला या ऐसी चीज़ा मिज़ा मोमगी कोकोला रे ना दकार मुझे इनिश दकार मुझे هنا بس بديت زي تيكيت رأيونا موري ديگه بخير ديگه ايش خدا چیز ايه اصلي چیز را نگو گو چیز دیگه هم پرتاو کرد اینیش است خوب اینه اونو اولش که میگن ابدا و 12 اینی رو باید بگیرم. این سپرایز شد اینجوانا कि एयरपोर्ट नहीं है ट्रेन स्टेशन है बाय ट्रेन स्टेशन दिया तकरीबन 10 मिनट बाद दिगस्ता मोम दिगम त चलती कश्मीरी गर्मी ज़्यादा सा माकूर पोस्टों خود دیگه اسرائیل داشته باش باید اینجیم دیگه تاخری مو ट्रेन की गुफ्ता बोलूँ ममाद फुलम सीनी दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे दिगा जुआना पूरी सेल कन्याले ना बनश नियम स्पेस में तनी नर कुदम सीटर में तन बिगरिन इन दुरून दिगा मोख گوشه نشین است. اینی بال نه ای فرست کلاسیه ای بال فرست کلاسیه مو اینه منجی خود انداز منی که کای مرسی
دیگه جوانا موم دیگه فاینلی السلام علیکم دیگه رسیدم آخری در شهر مزی ارشاد اندوال خوب بسیار دیره دیگه جوانا تمام موگه که بسیار خوش آمدی در شهری خوش آمدی تمام خوش آمدی دیگه برای جوانا سلام دوام نکرد چطور تیر شد سفر مفر دیگه چی برادر سوالت نمی سفر سیتیش خوش آمدم نمایه به انتر مزه نمونه چرا سیتی نیه سهولت هم نداره خود در مجبورین زندگی نی خوب از انت گفته میتونی چطور انت تیر شو سفر شو مزه کرد یا نه دوباره چیه شما رفته بودین اون طرفی تایلی چیزه شهر رفته بودین گفت از زبان از خودم بگین کجا رفتین چکر مزه کرد یا نه ما جوانا را خبری از یک ماه پیش گفتم که این رفته برار مو یک ماه پیش ما تقریبا 2.5 ماه شد نزدیکای 3 ماه چل داره اون 3 ماه چلی داره یا باز دیگه نزدیک شده دیگه مقصد 3 ماه نشده آفرین برای 3 ماه رفته بودین مزه کرد بله یک ماه رفته دیم باز بند نماندم که مقصد سیچویشن ها چینج شد پلان ها چینج شد دیگه تقریبا 2.5 ماه ماندم 2.5 ماه مزه کرد یا نه بودین 4-5 روز چی رقم انتر مزه کرد احساس کرد یا نه احساس محبت و چیز رقم انت احساس داشت دیگه احساس چیزی تر بود که این طرفا که ما مثلا مردم کس امنیت مردم کس کار نداره اینجی امنیت اونجی که موری بیچاره جوای ما کم میگیره که نه کدیگه مثلا مردم چی میگه چیز فکر کنه تمام اون اینتر 24 گنته طرز دل تو بود کی بیزنس تو کی جنگ کنه یک بار دام میشه یک بار ویست میشه آفرین چی است مثلا خلاصه زبان چیز سیتیشم خوب شنیه مزه نمونه نه که خوب شو باشه فقط ما جور کده شو سیتیل میگه مسلمان میگه بعد چیزا شار آلی رایی بچیش خبری چیز ما که دوستا اینار بگم مو بوری یک دنه یک دکانی افغانی بوری که از اونجا یک سامانا ما مادوم که آچار بگیرم در شهر از مو آچار پیدا میشه بس لیکن مو چاول است دشارشم چاول است به دکان ربا چاول است دیگه یعنی آچار پیدا نمیشه بس بایم آچار بلدی آچار ما مادوم بزندوال خورم انت دیدار کنی چیزا مبارکی دکان افغانیم دیگه کدام طرف اوت سیتیش بسیار مایل سیتیه یار مزه نمونه نه مر مزه نکرد خلاصه اونو سرخ دکان کسته بنگالی اگر خنده بتونین لو بنگالی دکان اونجا که رفته بودم پکوړیش کوړه درد کده بود بس خلاصه اینی تر جوانا دیگه مزه کرد که برار خوره وش کدی سال بعد یک سال بعد ویدیو جور کنیم موستو نه یک سال نه زیاد شد یک سال شد نالی دیگه موری پیشنه تابستان بود با خدا دیر مو ویدیو جور کنیم جوانا مو چر اینا زنده چیکار شده مرده چی بلا سب مو منی مارکت موری بس ویدیو میمونجم از یک وطندارای دکانش آمدیم که هر چیز سامانای خوراک تمام چیز است اینجا دیگه مثلا مسالهش بیایم انرژی تمام چیز است اینجا این مساله چیکن تندوری تمام چی است اینجا من فعلا خب دکان جایشم برابره مومزیم جگه کو چیز میز بیگری دیگه بس بوری بخیر خانه یا کی گوجای دیگه موره چی گندو والم خدا خچ او فعلا نمیره میگری یک دو نزی میگری دیگه نگو چیز دیگه بس مینگرنی دیگه فعلا انت دیگه جوانا دیگه خانه رسیدی مو علی خانم رسیدی به شکی دیگه خیر والله من دکت
دیگه سیلک دیگه منظره دیگه این دیگه ارشاد علی بیرار موی اینال موی اینجا قصه مونی که چیزا چطور سفر از چطور تیر شد اینال تو بیرار گو چیز نداری که متبیلی مو دارم هستم خوب از زورش خیر از باچی سیتینگش برابر اینالی بازی گاگ شما ویدیو را سیل مکدی یک ویدیو چیزا بود تیوی بود حالی دیگه او تیوی نیه ببخشین جایش وای فای بازینی تر قصایی وای فای نیه جایشی نه آدم ایران من تیوی که نباشه چیکار کنی کجا مجبوریم پبجی بازی کنیم خود دیگه جوانا اینی تر موم خانه رسیدی خانه ارشاد علی که من تر ویدیو نشان دادی اینالی ام افطارم کدیمو جایشم خالی مکرانی متر فول سپیشل والا بود کالا سینا بازی کال بازی مادی دیگه اینال خانه مادی اینال یک چیزی اصلی تویست کهانی اینال منی ویدیو که ارشاد علی بیرار مو چیزا ورده سوغات موشه چی موشه مو سوغات سوغات ورده بسیار متر سوغات نه دیگه بیخی سپیشل دیگه سوغات نالی سیلک ما دانه شمور نشان میدم که چی چیزا ورده ایر تمام از کربلای دیگه بخدا کس این نسل کربلا مست از ایران مست نمو بول خو از کربلا مست دیگه از ایران از کربلا دوشیه بس خلاصه دیگه کس ای چیزا نصیبم نموشه خداش ده نصیب تمام شو مکنه ای سفر عشقم مای رمضانم است بسیار چیزای خوب مرده ایشی جای نماز یار جای نمازه دیگه اینیشی اینا کسته بلیش لکایه یا فاطمه الزهرا السلام علیها ایم بله سر دروازه میشه ای بلده گاڑی است ده بله سر و دروازه بسیار خوب چیز است این سلام علیها فاطمه السلام علیک یا امام رضا نه یا فاطمه معصومین خلاصه اینا تمام بله دروازه زدم مشه انتر یاری بسیار خوب چیزه نه اینیشی بیرار مو پیزا زده ایره ازیاد چی رفته کی برو منی کشتن دست کنه بزنیم خب خیره بس اینیشی یار زبردست اوف با خدا شکر چی چیزایه با قرآن ایشی شاید ایش چیه جای نماز نماز که مگه نمیه آها خو اینیشیم جای نماز است ایشی املیه خوراکای اینی گولی پشتله چیه خدا خوی خورما ده ما خیلی خورما کدم خوب بور اوه چارمکس بچه این چی کم خو باز من به خدا دست در نکنه یاره این یمزو چیزه این طور راست کردنی نه یمزو کیر است چیزه شیر برنج دیگه بیرار مو چیزای یار به خدا بشک یاره یعنی یس کربلا یاره نه این تسبیح کربلا یاره به خدا یاره به خدا دیگه دست در نکنه یار پتاقی خو نارتاق نه ای رس کردنی چیه خوشبویه اگربتیه اوه به خدا چی خوشبویه یار ای بس دخانی از مو بس بچیش قلقیوم نگرید داخنی تشوف مفنازة ده وقيونا ويش خيرة بس أقول فشوخي ميزنا تم أقرب كتير يا ريني يشي مور أساس وجا ينيش چه دیگه ينيش خطرناك إيشي بدرد نمو إيش بدرد نمو خري ويش وطرفكم إين ياري دوا يارا
این چارقوله اینیشی ایش چارقوله این سوره الحمد سوره الحمد الله لا اله الا قیم لا تأخذه سنة ولا نوم ما فی السماوات نادیلی خوم یار اینی تسبیح بخدا ایره میره که موضوع جوری را مرافت دنه جوری مر خوش کرد دو دنه تسبیح داد یار چی سپیشل تسبیح بخدا چی زبردسته یعنی خست یار بخدا این دست چی در نکنه اصلا دو خلطه ورده خالی میکس نکنم چرا؟ بیل بلیش ایش از دیگه کسا؟ نه بیل واسه خوب؟ یار بیشک یار اینی بخدا اینه چی تکایه این چیزه نه؟ جای نمازیه نه؟ جای نمازی یار اینی الوای قوم که مگه اگر شنده باشین الوایه یار الوار شما وش کده جوان الوار چیز کنه او بیشکی با خدا اینی رو میزنی این بعد از افطار خوب میچسبه که چای با قرآن دست در نکنه عبادت کو بس بیا پیٹ پوجا کن اینایش دیگه املیای دیگه اینایش موی فیوریت موی املی هم نیه خب باز من دست در نکنه اوردن یار چی تسبیح آها خو هر کس از کلر شن یار اینی شقص خوب شلی که هیا و خدا فاطمه علی تسبیح شنزیه آها هر کس از چیزیش یا اینیشی ایشی این ورده که ما مگر عرصی کردم اینه این زن خو؟ امیر بیدی دادی ستایم صبر که تو دادی ستایم ندی که علی اینجی عرصی از ما خدای نخواست سنگک نشنه چیزه واز کن یاره با خدا دیدین جوانا دیگه ماشالله بهترین توفا رو ده نکو تو دادی ستی ندی باید مانا هم ده نه بیا ما خودیم میزنم باید مانا داره او وزی دیگه تبرو توڑایی چی ده؟ دخترانه مست این خدای توبه نه جوانا این 100% معلوم میشه که دخترانه نه دخترانه دودت نشان بدی بوی منیم نمونه بویش ماه بویش منیه کمره گماد بگین نه خلاصه خوب شسته بس جوانا مفهمه کی بچکانه یا دخترانه نه بچکانه خب دستای موم دخترانه بخدا خوب فیکس کمپانی ما یا کلانه رزه نبیخ فیکسه رزه فیکسه ولی دخترانه ما میقص لالی تجربه داره کشکو خو یار بخدا بیخی مزدار چیزا آورده یار خدا تر عمر بیده شاید علی خدا تر سوز کنه اینی عمر مگم خدا موره مور نیه اسخوتی این مور خاکیه یا سنگیه امینا سنگیه اینیش چه یار اینیشیم بخدا اینی ایر ما فاندوش قرآن ایشیم یار زبردست بخدا بس وضو کده؟ وضویه یار چی بود که با هم وضو هسته دودنو شو بودی کنه اینیش اسخوته یار اینی انگوشتر یارم بیراری گل مرده بخدا خدا دیگه بچهش توره نویش اسخوته نیه اسخوته وان ندارم دارم خب اینیش بخدا ایشیم ای بده بچهش این سیل کته نه ده ناخونی غولت مایو ناخونی غول کس انگوشتری نمیزنه خب اینی سه ناخو عرصیش میزنه کس شوق شد در دیستا داده مور خدا کی دیش کدام سویت نماید تمام نازک آن خو اینیشم یار بخدا نزنده باش بخدا اینیشم یار چیزی اینی چی دانه یا بخدا خوب شیم خو یار آباد باشی
اینای شما آورده بودید آه نه ایشی سیلنتی از دکان اوغانیا آورده ایره پیشتر یار فعلا بسیار خوب چیزا بود به خدا بیخی دیگه ای از من برای از ماسته یا نکی خب یار آباد باشی به خدا آباد باشی اینیش ایره بچهش اینیش از خودتش نه نه ایش نه یاد ندارم از این چیزا را ایره بیگرز خلاصه دیگه جوانا وش کردین دیگه ارشاد علی برارمو یکی تر خوب اسپیشل سامان آوردن خود چیزا نه سامانا نه که تر تبرک است که جای نماز است بیخی دیگه خدا شد دیگه عمر 600 سال کنه 1000 سال کنه کدام شما خوش ماماد کی آن شموم خوش شما ماد یا نه ماد یعنی اگر خوش ماماد اینا تمام دیگه دهرما زدشته دیگه دهرما البته از اولم گفتیشی تبرک شده اینا خدا هیچ دست در نکنه بچه ارشاد علی اینا رو برم دخانه به خدا دیم نشان میدی اونا بفهمم نمیره باز کنه که ما یار به خدا اینه چی یار زبردست یا مهدی ادرکنی ای در خورده بوی میده ادرکنی مشه ما ادرکنی گفت خب یعنیش ایشی دوله چیزایه نه؟ دیوال هم زمونی یاره فریجار جای که انتر جای خوش آفرین به خدا تمام می انتر خانیش مور پر برکت منه خانی از مرم انشاءالله ولی خدا دنیایش خب دیگه اینیش این چیزیش مند یعنی نیشی این خوش ممال یار تمامش خوب شکل به خدا زبردست ماشاءالله اینایش دیگه بزرگ اینایش پول خوب شد والله اینی میتر اخروت ما وش نکرده بودیم به خدا دمینجی اخروته نه اینجی میوه ندارم یکی دیگه زبانش موقع آڑو مگه آڑو نامگه انتی مگه ای گوڑوله ده زبانه زی گوڑوله ای نه خوب اخروتای به خدا این صاف نه اینج دیده این سیاه پوستا وریه اینج سیلک به خدا چی صاف اینجا دیگه ملکاو میخله خو اورم ده مجبوری میخله این فریشه معلوم میشه یار دست در نکنه به خدا خوب چیزا بود مزه کرد خود خوش تمام یار ما تمامیش خوش ممد تمامیش خوش ممد دیگه نمیلم علی تو گفتی که ای است خود تیب از ما نمیلم دیگه کسایی بیدیره دیگه بیخی یار از او خود خبر اینجی تیز بویم میده باز او سایرن آواز دیده امبولانس مایا دجان یار دیده سیل کچی اسپیشل دیگه بویش منی کمره نموره این تر جوانا دیگه نشان دادم منی چیزارم شما خودشون کامنت بگین چی چیزایی آوردن بس دیگه ماشاءالله خدا شمارم نصیب کنه دراتی چه یک سه چهار جرمنی بودیم سه جای رفتم خود نه دیگه بس دیگه دوالام داشته بود دیگه نه بس از اونا جدا بود بعد دوباره اکسترام گرفت نه منتظر که خودم بلده خوش کدر مید نمد بلده خوش بیچاره نمنده خیر بچه خود تو زیارت نصیب شد دیگه مو کلان گه دیگه نه خب منظور من بود که از خودم مهم نی هر کس که هر چیز خوش مایه مو مهمه نه یا ربی شک از ما به خدا یک دنیش که بگم که نه یهش از دلم نیه تمامش از دله ما که مثلا آورده بودیم گفتم خودم خودمون ترم میالی بخیر مور مای دیگه هر 6 ماه 1 سال 8 ماه مور مای انشالله از این دفعه خو سامان ازی کدم بهتر چیزا بود لیکن منه چیز وزن مزیاد شد منه ریپورت بس نو بس نمیشه دیگه سخت است بسیار سامان خوب بود بس چون سامان زیاد بود مردمم زیاد خواسته بود هر کس سامان زیاد خواسته بود دیگه برای کدم 20 کیلو الاود بود ما 28 کیلو اونج شده بود با جدا اکسترا شده بود خاطر از مجبور سامان کم کنی اگر نه خوب چیزا گیر مو بود باز مجبور شد پاکستان رای کنی تقریبا کم بیش که زیاد شد ایران اشت خانیز و بس جوانار چیزا دوا خیال دیشتی
جوانا شکر خدا را همیشه در دعا است. جوانا دیگه بریشم دعا کرده دیگه. خدا تمام را نصیب کنه. خدا تمام را ول گوتیش کربلا نصیب کنه دیگه. کس اگر خواست خود مولا میخواد دیگه ایتنیه دیگه که آدم خود آدم بوره. ماشاءالله در عراق کم از کم یار البته کن چیز نمود کم بیش تابالک در خیال مگ 40 زیارت خوب بود. 40 مگر نباشه 30 زیارت خوب بود، لیکن باز زیارتایش 72 زیارت هم بود. مثلا هم یک بسیار یک جای خوب شد بود، نام شهرش یاد ما رفته. اونجا رفتی 72 رکعت نماز خوب مو خالی خواندی. سوچ کو خدا قبول کنه. هر دو رکعت مثلا یک پیغمبر بوده یا یک امام بوده، مثلا جایگاهش بوده یا من شتن نام یک قصه کده. زبردست. همینجوری که مثلا دی ای اول دفعه بود شما کربلا رفتین بیرار. مثلا همینجوری که حضرت محمد پروردگار کوی نمیگه بیا دافتم آسمان مثلا میمان باشی. بعد جایی که رفته بود بسیار انت صحن کلام بود دیگه. بعد اونجی از رفتو پیش قدی مردم قد دیگه همزو صحابه و دیگه دیسکس کرده که مثلا ما اینی تیم مورم باز شما مثلا منی خو زیاد مثلا نباشه. انتر مثال اگود نداره انتر دیده که اینجی که انتر میوزیم موری بلدیت اکسپلین منه که اگود نفر داره که انتر بوگا یعنی در ربی مگه دیگه او نداره. بعضی نال مثلا رقم امورا کاروان کی موره کاروان مثلا از چیز همزین که جنگ در پاکستان در کجا او آخری فلسطین نه در پاکستان که جنگ هر همزین شیعه رو میزنه چیز مگوره نام از ده پارچینار دیگه پارچینار من شیعه گو زیاده نه که نام نه پارچینار بس البته او فرق نه کاروان کی موره بس خود خیلی ملا مبره بس ملا الریدی انفورمیشن داره. بس بغیر از این مثلا اگر شما مورین تانا زیاد انفورمیشن نداریم بس اینجا ملاهای ایرانی مسته بس اونا کست بلدیم زو قافله ولا کاروان ولا خب موقع که انتر جای انترنت قصه بس تو خواست میتونی گوشم کنی. بس اینجا خودو نظنان داره لیکن در ربی میگه بازو دیگه تو نمیفهمی دیگه چون اونجا خادمه هست کارمونه نه بس اونا فارسی نمیفهمه بازو در ربی میگه تر تو ربی نمیفهمی. بس بغیر از اونجا دعاهایش هم لکای کتابایش هم است تمام چیزایش است بس اکثرا عربی دیگه. تنها رایش نمیه که یا قد کاروان رفتن یا ملا ببرن که بلدیشون خوب سه تشریح کنه که آدم خوب سه بفهمه یا بازویچ که مورن بس قسمتی گودن کاروان از شما پیش باش دیگه باشه اونا ایرانی یا مثلا اردو و گو چیز دیگه باشه بس اونا بلدیشون مگه اونا دیگه دوستا دیگه بلدیشون اکسپلین کرد که چی رقم است. ما هم خبرم جوانایی که شما رفتین معلومات دارین چیز رفتین هو خلاصه چقدر دیر بودین در اونجی؟ 15 روز بودی دیگه. البته من پورا عراق 15 روز بودی دیگه. بعد 6 شو که چند شو در خیال که در نجف بودی بعد 6 شو در کربلا بودی 2 روز در راما بودی. باز امو میسم تمار قصهش میده دیگه. میسم تمارا که وفادار بوده نه حضرت علی. بازو پورا چیش منجه دیگه مثلا انتر یک جای بسیار کلان بود ماشاءالله فول کلان بود دیگه. بازو فول پیش مرافت خانه حضرت علی بود علیه السلام. بازمو سهن چیزی بوده که میشیش شاو تایم درخت اگه گوتین در دل مکد قد خدا نه مثلا میشیش قد خدا در دل مکد. باز انتر رضا خاکی جایه بازی طرف شید مثلا خانهش یکی چی رقم در کمرا زندگی کده چی رقم زندگی کده خانهش انتر خاکی مثلا قدمی بوده دیگه. سمجھو 14-15 سال پیش چی رقم مردم زندگی میکرد بدن زوال سیستم ها بوده. خلاصه بیخی گفتیش که ما می قصه منی والله به خدا آدم خوب علم آدم زیاد میشه نه این ترکیب چرا خندمونی دیگه ما رو خندننی ماشاءالله آن به خدا آدم بفهمه باید هر آدم شیعه در قرار میگره خود خوره باید بور آدم بفهمه چیز چی رقم بوده نه میدان کربلا رسیل کو ما به خدا خوشم ما برم سیل کن بیار میدان کربلا چی رقم بوده است چی رقم بوده چی رقم امامای مو زندگی مکده ماشاءالله در نجف هم در جایگاه حضرت علی علیه السلام که موری باز ماشاءالله قصر اشکاش 24 گنته شو روز مثلا
آسانی زیارت نصیب تو نمیشه دیگه. بعد زور دکا بور یک دیست بدی یک دیگه کنی 2 شو 3 شو روز فرق نه مهارتون بور ماشاءالله رشکش پورا مطرافی قص ماشاءالله نفر و خز نفر کی یا شاید 2 سیزن که مو رفت شاید 2 سیزن خالی رشکش باشه. مقصد ما که رفته بودی خداییش هم نجف ماشاءالله فول رشکش بود. هتل را جای نبود دیگه. هتل مورا برون کد فهمید از هتل. چرا که مثلا اونجی جیسه که تو موری نفر کمره گب مگه فور اگزامپل 5000 شاو 5000 نه 5000 دلار نه 5000 درهم پاکستانی. مثلا چی مگو مثلا سمجھو یک نفر شاو 5000 است میگیره. مثلا 5 نفری میشه 25000 یا 30000 نه. ولی مثلا اونا کسته پیش تور مگه که مو خالی داره بس امکان داره تو بلدی 4-5 روز بوک منیوره. امکان داره 1 روز بعد 2 روز بعد قافله کار جوانا این تر قصاص تا دیگه بس خیره جیغ بزن آواز تو آواز دیگه گفتیش این طرف بلدیشم دیتیل گفتک بیرار مو بس باز مو بعد از 1 سال است که ویدیو جور منی نه 1 سال شد دیگه. 2 سال نشد 1.5 سال کنفرم شده. چرا که تابستان کد نبودی اون تر 1.5 سالش ده بخیال متشته مو چرک دیر موزیم دیر بعد ملاقات کردی نه آخری دفعه توق 2023 که 22 بخ چرک یار این طرفا مصروفیات هستم آدم باید گفتیش دیگه چیز رم تایم بده. این ویدیو رو که مو منی بلدیش مو خالص منی که کمین جوای کنی جوانا فعلا دیگه علی خداحافظ دیگه وقتشم خوش شاوشم خوش تمام چیزشم خوش دیگه خداحافظشم بس دیگه ویدیو جور منی اینمی دیگه صبح دیگه اینا رو تسیل کده انجوای کده بورین دیگه موسمم اسپیشله دیگه بیخی دیگه اوکی دیگه خداحافظ دیگه جوانا.